آمدیم به خاطر گرفتن تذکره برقی یا تذکره الکترونیکی. این تذکره برای کل مردم فایده داره. هر کس که میتونه باید تذکره رو بگیره. تذکره کاغذی که میگرفتی پاره میشد، فرسوده میشد. هر نفر میتونست 5 دانه تذکره بگیره، 4 دانه تذکره بگیره، 2 دانه تذکره بگیره. مردمایی که هیچ از افغانستان هم نبود، از خارج هم که بود میامد اینجا یک تذکره میگرفت، نفوس افغانستان شمار میشد. اما این تذکره که بایومتریک میشی، یک نفر 1 دانه تذکره میگیره، او دیگه نه پاره میشه نه فرسوده میشه. اگر جای بخواهند برن این تذکره به دردشان میخوره. اگر پاسپورت بگیرن به دردشان میخوره. اگر در ادارات دولتی کار کنن به دردشان میخورن. به هر چیز براشان فایده داره. باید بیان کل مردم تذکره بگیرن. تذکره الکترونیکی از این خاطر میگیرم که حال وقت جدید شده بیخی یک پاسپورت واره برات بگویم کار میده تذکره الکترونیکی. در کشورهای دیگه هم که اگر نشان بدیره میگه با خدای افغانستان پیشرفت کرده، تذکره برقی گرفته. خواستم است که هر باشنده افغانستان است برای خود از این تذکره جور کنه. آینده این تذکره کاغذی که است از بین میره.